موضوع امروز درباره کساییه که گشنگی دارن، بدبخت همیشه ندارن تو سرت. بعد کم میاری خب بیار که دنبال داستانه که بندازه گردن اینو خودش رو راحت کن و شما ما تعریف کن که من بعضی موقع اینجوری میشم برم جواب یه چیزایی رو میدم واجبات ببخشید. بعد شما تعریف کن اونایی که میگن خدا الله اکبر الله اکبر اشتان تنبله کار نمیکنه سپردم به خداوند ریشه رو باید بزن ریشه دارم. بعد تسبیح دستش ما مشکل با دین اسلام نه با خود طرف مشکل داریم. بعد خود بره سر کار خود بره هر شغلی که داره میگه که من مثلا رفته علمی کاربردی دانشگاه آزاد ببین بد اینا بد نیست این دانشگاه بد نیست تو این تو الان تو خونه رو خیلی از این دانشمنده یا اکتشافگرا تو خونه اصلا نرفت مدرسه یا خودش نمیخواست بره در حدش نمیدید اصلا مدرسه رو میگفت که چی بشه تایممو بذارم اصلا میتونم بهتر اصلا نرفت مدرسه. الان بچه‌ها گوش ندادن میگم ما نه مدرسه نمیریم. آره یه مدل هم داریم بس ذهنم پرید داشتم میگفتم که میره دانشگاه آزاد استاد تو رو خدا میره شمال ماهی میاره براش کلوچه جوادیان خیلی خوشمزه است اونو میاره شهرهای دیگه هر شهری میره چیزی به استاد میده قبول کنه فلان بسار یه تقلب بنویسه مثلا پر میکنه تیزم من استادم من فلانم بسار بعد بس میفته که به نتیجه خب الان شما لیسانس کارشناسی ارشد حالا دکترا رو گرفتی چی بلدی. ببین گوه ترین مملکت ما داشته باشیم همه دوست. ببین الان مثلا من مثال خودم میزنم اینجا من یه تولیدی دارم دزد درجه یکم دزد درجه یک دیگه یعنی رو من دست من نیست اصلا دزد نیست. کفاشی مثلا کفاشی چیزی که بلد نیست چرا میگی کفاشی چرا گفتم خب چی بگم مثلا حالا کفاشی دیگه مثلا روی یک کفش درست شه من دزد هرچی فامیلم دارم میارم میذارم سر کار آی فامیلات بلد باشن دیگه یه چیزای دیگه حالا مثلا میگیم حسابدار حالا مثلا با چارت باشه حساب فلان ردیف بکنه اون فامیل خدا میذاره. سرپرست فامیل خدا کاری نمیکنه واقعا چرت و پرت میشه فامیل خدا میذاره. اون که آقا زیره رو درست کنه میگه آقا بند درست کنه میگه روشه درست کنه بلد باشه دیگه. پس من دزد بی همه چیز بیل میارم که پارتی باز این حرفا تهش میرسه به چی که آقا باید یه نفر کار انجام بده دیگه. فکر فامیل من داشت من بلد نیست باید یه کار انجام بده. پس باید بلد به آدم بلد کار میخوام. اگه فامیلم بلد باشن خب دیگه چه بهتر واسه حق داشته بیاد. خب ببخشید معذرت. آره باید بلد باشه. پس ببین شما هم حالا نمیگم برو کفاش نمیگم برو مکانیک نمیگم برو مهندس عمران نه بشین ببین الان بس با یه کلیت بعد میرسی به اونایی که گند زدن حالا ازدواج کرده و بچه آورده خوش بدبخت کرده با اونام کار دارم و بعدیا اونایی که هنوز وقت دارن تایم دارن قسمت آخری باش که واسه شماست که آقا وقتو داری تایمو داری. حالا اینا هم که ریدن گهمالی کردن اینا رو هم راه میدم بهشون اینا هم یه راهی برشون درست میکنم اینا هم برشون راه میدم. بعد شما ما تا ببخشید میگم این پیش میاد چون الان استوریا نمیرسیده. الان شما داری حساب کنی من دارم فیلم میگیرم اصلا با یه چی اسمش دوربین رو فیلم میگیرم بعد بدم یه عزیزی تعریف کن که تیکه کنه استوریش کنه چون استوری من بعد هر یک صبح فکر کنم از صبح تا شب بشینم استوری بذارم نمیرسه اینترنتش ضعیف. بعد میدم بچه‌ها خودشون استوری بذارن. پس چی شد هیچی بلد نیست. بعد مثلا میگه ما لیسانس مثلا بحث میشه یه جا لیسانس دارم فعلا فوق لیسانس دارم رفتیم درس خوندیم مملکت فعلا ببین مملکت همه دوست تو بلد باشی میبرن زوری میان چک و لگدت میکنن میبرنت هر رشته گویی که رشته یا خونده باشه همه میبرن میبرنت یا رشته بلده کارو میدونه. این همه جا پارتی جواب نمیده. الان تو صنایع شیمی
من مثلا پالایشگاه دارم، اصلا همه فامیلا میخوام بیارم تو، طرف بلد نیست، من میخوام اونجا نیتروژن و میتروژن بهش بفهمونم، نه دیگه. کار بلد یکی دو تا کار بلد میذارم، آبدارچی فک فامیل خودم، راننده اتوبوس فک فامیل، چیزایی که مثلا نیاز به علم نیست که فک فامیل خودم دیگه. بس ببین نگو که ببین درسی که میخونی حالا هر دانشگاهی که اونم قبول به مخت و به کار بندازی تو بگو تو خونه، از قرار نیست به دانشگاه مهم نیست که. پس ببین ببخشید خیلی مهمه، من معذرت بخوام چون استاب دوربینم بزنم خراب میشه دیگه، بد نمیشه تیکت کش کرد، ببخشید. تمام فکر کنم دیگه تمام شد. خب بعد شما با تعریف کن که پس این یه مدلش چرند ببین از گردن این بابا هم پول نداشت، مامانم فلانجا زمین داشت نفروخت، من کاسبی جا انداختم، زر میزن نیست. یه مدل هم داریم، به خدا معذرت میخوام، یه مدل هم داریم که خط رشته دادم در میره، ببخشید. یه مدل، حالا این مدلی که گشنر گفتم، یه مدل دیگه هم داریم چشم و هم چشمی. یعنی چی؟ یه کارگر ساده است، سنش هم مثلا کاری نره، یه کارگر ساده است ولی حالا متأهل دیگه، ازدواج کرد. بعضی موقع تقصیر خودمون نیست، یعنی تهش تقصیر خودمونه، ولی خب بعضی موقع فشارها هم هست. ازدواج کرده، بعد زنش میگه که کلثوم مثلا جاریش، کلثوم اینا رو دیدی بهرام ماشین خرید، خاک تو سرتو نداری، وام قرض 2 قرون پولم پس انداز کرده بود اونو جمع میکنه، یه پراید میخره مدل 80، هر روزم مکانیک، دست و بالش هم سیاه. ماشین داریم دیگه، ماشین داره، مثلا دلشم خوشه، الان زنم مثلا گردن مردانشم بالا، اینا سپر و ماشین داریم و فعلا کلثوم ما هم خریدیم و کلثوم اونا رو خودت که میدونی گشنه‌ای، خودت میدونی چجوری ماشین خریدی، که گشنه‌ای هم گشنه. ببین صفت است، پولدار صفت است. حالا بهتون پولدار رو بگم، پولدار صفت رو دارم میگم. ببین مولتی میلیاردر، ببین حرفای شعارهای همه که میگن رو نمیخوام بگم نه این واسه من حرف من تو گوگلی نیست. آره مولتی میلیاردر، ماشین خارجی و فلان و بساط، دید نمیاده سلام اینجوری ادو اطفارا، این مثلا پولدارمونه. ولی در اصل این پولدار کیه؟ هنسفریش خراب شد، میخواد هنسفری بخره، نمیگم میره 50-60 میلیون 200 میلیون، نه 200,000 مثلا ایرپاد میخری 200,000 تومان. اصلا سنسور ببین یه چیز معمول که چین داره میزنه درجه 20 19 نه درجه 20 داره معمول میزنه، این سنسور ایرپادی که بلوتوث و گوشی و میکروفونش وصل میشه، اصلا به ایران پول ایران میخوام بگم، این 1,200,000 پولش، یعنی به پول ایران تو این وضعیت تو این گرونیت در تاریخ هفته 1403 الان 1,200,000 الی 300-400 تومن پولش. 200,000 تومانی میخری یعنی چی؟ مثلا این گوش داغان میشه، بعد صدا هم زیاد میکنه، اینجوری هم میکنه. نداریم ما بخریم که، ما وقتی نداریم بخریم مجبور نخر، کلا نخر. یا ببین هر گوهی هستی یا کاری رو هر چی میخوای بخری، میخوای فکر کنی، میخوای کار کنی، هر گوهی انجام میدی بهترینش، نمیگم لول 1، لول 2-3. الان مثلا هنسفری میخوای بخری، پولتو جمع کن، دیرتر بخر، یکم کمتر بخور، یه دونه بخر. اصلا ببین تایم استفادت هم بیشتر میشه. اصلا این به صرف تو 200,000 تومان بخری، یه بخور زمین تمام شد. باید بری 200,000 تومان بخری بشه 400,000 تومان. 400 تومانی بخری بهتر بود. بس دیرتر بگیر. ببین این خیلی مهمه، دیرتر بگیر. نداره الان من میخوام این ماشین مثلا L90 بخرم، خب الان من میگم ریدن، خب چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ هستن یه وام گوه خوردی بود ماشین وام میگیرم مگه؟ حالا بعضی موقع اصالت اصفهانی‌ها رو شما نمیتونید. اصفهانی یه جملاتی که کیف میکنم من، صحبتایی که میکنن، میگه
یه اصفهانی دیدی پراید سواره، دیدی پراید سواره، اصفهانی پراید سواره، مطمئن باش خونش قصر. من اینو واقعا دیدم، اصلش هم همین. پایت دوربین وقتی بخوای هنسفری بگیری عالیشو بخر، عالیشو بخر. تیشرت یه دونه درستایی بخر 10 سال بپوش، یه حرفه‌ایشو بخر. یه چرت و پرت 50 تا تیشرت داری رنگ و رنگ، خودت تنتو میخور. الان این تیشرت میبینی، خدا سر شاید چه آرمش معلوم نیست، خدا سر شاید چرا اینجوریه. بگم 7-8 ماه الی 9 ماه تنه من حالا کمپلتی بگیرم، یعنی شما اگر نزدیک ببینی میگی 0. حالا رقمش بماند برو بالا 10 تومن. تابستون میگه کار کولر رو میکنم، زمستون کار کاپشن رو میکنم. یه دونه میخرم یه سال، حالا تو 200,000 بخر، 350,000 تومن بازار نمایشگاه بهار دار، 2 هفته است دیگه. یا بدن تو اذیت میکنه یا چسب اصلا تو بده، ببخشید بده. بعد این که بخوای پاره‌شو بریز، بعد تو حساب میکنی تو این 1 سالی که من اینو خریدم، 1 بار خریدم، یه بار مثلا تنمه، مثلا کلا تنمه یه دونه است، تو 10 تا مدل عوض کردی. من گفتم به بچه 20 تا خریدی، شد همین پول همین دیگه، از این گرونتر هم شد. همیشه هم اذیت شدی، همیشه هم چسبونی بود، عرق کردی بود، سگ مرده میداد. نانا حرفه‌ای طور بگیر، یه دونه بگیر، بذار بگن نداره، بذار بگن نداره، بذار بگن گوش. ببین مردم اول بذار کنار. بخوای پولدار بشی، از گشنگی بیای بیرون، مردم بشود بره کنار. در مواقعی هم ببین خودت باید مثلا چرت و پرتا که میگی خودت هم باید بذاری کنار، مردم که پیش دلو. بعضی موقع خودت هم باید بذاری کنار. مثلا میگی وای من برم بیرون فلان، گو نخور. همین به خودت بگو گو نخور. تو همینی دیگه، تو همین. من ماشین ریش تراشی دارم که برام بچه‌ها آوردن، خودم مبلغشو دادم واسه کادو بشه که من خودم دادم، بالای 20 تومنه. ریشه رو ببینیم، من راحتم دیگه. تو بخوای بگی وای چقدر زشت، جهنم. تو کی هستن؟ تو کی که به من بگی زشتی خوشگلی؟ تو کی هستی؟ الان من میرم حوصله‌شو نرم، چقدر ریش دارم، حوصله‌شو نرم. ببین تنبلی یه جایی ها، تنبلی. آره من دوست دارم کار نکنم، مثلا همین مثالی که من دوست دارم کار نکنم، جهنم. بابا در خرج، تو داری پدر بابات در میاری، داری پدر بابات در میاری. نه تو در میاری، داری زن و بچت گشنگی میکشه. اینا نمیتونی بگی که من هرچی که من تنها گو میخورم. تنهایی زمانی که حالا خونه باباتی 1000 تومن ازش نمیگیری، اون شام و نهار بهت میده، حالا اونم حساب، حالا میگی ولش کن. 1000 تومن ازش نمیگیری، سر کار نرو. هیچ وقت بعد نه وای فلان داره، اون گو نخوری میگم دمت گرم. نه خونه داری، نه خرج خونه میدی، نه لباس داری، قصه میخوری آی من ندارم، به مملکت خراب. تو چه گوی بلدی؟ تو از دیگه پستایی که اون که پیجم گفتم، اینایی که مینالم نداریم، تو چی داری؟ تو چی بلد بودی؟ خونه داشتی از دزدیدن، پول نفت باید به ما بده. حالا سیاسیش نکنیم، پول نفت باید به ما بدن، به حضرت عباس تو میرینی توش. سرنگ باش. داشتیم ادامه بحث رو بدیم. گشنگی زمانی میرسه که میگیم گشنگی یعنی چی؟ یارو واسه سر کار میره، حالا هر شغلی که داره. ببین اینجاش اول بگم مهم. ببین 15 سالگی، حالا نمیخوام بگم 10 سالگی برو سر کار، 15 سالگی تا 30 سالگی خودتو یه چرخش میدی از نظر فنی، حالا درسی، حالا میخوای شغلتو بسازی. ببین 30 به بالا رسیدی گویی نشدی، مقصر تویی. بابا اصلا هستن حالا بعضیا رو من میشناسم، اصلا خودم میشناسم، من خرج خانواده دادم، فلان دادم، بس دیدی بعضی از روانشناسا و روانپزشکا مثلا مردم میگن این حق داره، حق ندارد. تو گشته به دنیا اومدی کاری نداری، حالا بابا دزد نبوده، پولدار نبودی، فلان نبوده، کاری نداری. ولی تو گشنه بمیری یا گشنه بمونی و زندگی کنی مقصری. رانت نداشتیم، پارتی نداشتیم، فلان نداشتیم.
آره اینا رو نداشتیم. ببین بازم رسیدیم به اون حرف قبلی. ببین کارو بلد باشی هر گوی، ببین هر گوی تو بهترین آبدارچی باش، بهترین آبدارچی باش، تیز باش، رو کار رو انداز باش، فلان باش، فلان بسار، این بالا پایین. وقتی زیارا رو نگاه میکنم یه همه کارامو داره میچرخونه. آبدارچی دیگه نگفتیم مهندس شیمی آلات و معدن این حرفا که یه آبدارچی میگه حیف این ولی فامیلمون بعد گه خورده ولش کنیم، حیف کارم انجام میده، حالا بیا منتون رو بکشم. میگم بازم اینجا تو برنده ای، تو باید بهترین باشی تو هر چی گوی، هر گویی که هست بهترین باشی. گشنه ها همش مینالن، تنبلن. بعد خیلی که 99% مهمه چیه؟ افرادی که دور و برشون نگاه کنین، نه خب بجز خانواده، حالا خانواده هم که تاثیر داره ولی بجز خانواده افرادش نگاه کنین، رفیقش یا قرصیه یا معتاده، تنبل، اگرم سر کار میره توش گوهه، همه یاد خان اخراجش کنن. بالاخره ببین یه داستانی داره، بالاخره یه مشکلی این رفیق دور و بریاش دارن، همیشه چه نمیگه ببینی الله خصوصی جمله که عزیزی رو همیشه میگه بمیریم دیگه، 2 روز دنیا بیفتیم بمیریم. آدم بدبخت، این آدم بدبخت بمیری ببین 2 روز اسم میشه، 2 روز خار مادرت یکی میشه، حسرتا، غصه، مریضی ها، اصلا اوف اوف اوف. پس گشناب چند مدل شدن. گشنه ای که پا نمیتکون نمیخوره، الله اکبر، خدا خودش میرسونه. بچه بیاریم خدا روزی رسونه، بچه رو تو میاری فرور تو میکنی، خدا روزی رسونه، تو بیکار، تو بیار، نه درسی حالیت، نه مغز تفکر مثلا تجاری، هیچ گویی نبید خدا روزی رسونه. کدوم دیوشینه گفته؟ گوه خورده هرگینه گفته. پس یه مدل اینه، یه مدل هم میره مثلا ادایی میره، ادایی میره سر کارو میره، دانشگاه رو میره ولی الکی میره، همش توش درد سر، میره دانشگاه بپیچ در رو نمره رو بگیر، فقط بگیر مدرک رو بگیر، هم اینه. این مدل هست که گشنه داریم، این مدل ها. بعد مثلا چشم همچشمی مدلم شد، چشم همچشمی یاره به ماشین رو میخره، 1000 جا قسط میذاره، فلان میذاره، بعد میره دکتر، مثلا دکتر میگه این قرص خارجی رو باید بخری، میگه دکتر ایرانیش نیست، ماشین خرید مثلا چشم همچشمی ولی این قرص خارجی که با بدن خودشه، میگه ایرانیشو بنویس که مثلا ارزون تر بیافته. این آقا گشنه است، یا گشنه است. پول داری، این مدل هم داریم پول داری، طرف مولتی میلیاردره، بعد شما من تعریف کن که سیگار من بیارم، مولتی میلیاردره. خب هم اخلاق گوه کامرام در بیارم، همین اخلاق گوه گشنه رو داره. ماشین خارجی این ماشین مسافرت همه، حالا بعضیشون که رولن اوکی هم مشکلی با اونو نیست، ولی بعضیا ادای پول داره رو در میارن. یعنی چی؟ مثلا صحبت میشه ازش، باش صحبت میکنی که آقا فلان جا مثلا کارخونه داری، آره خب، بعد نگاه میکنی کارگرش همه بدبخت، همه بیچاره، مثلا نداره، مثلا خودش سود خوب میکنه ولی به اونا نمیده. آقا گشنه صفت تا اینجا اوکی. آره حالا استارت رو میزنیم واسه کسایی که خب از پایین شروع کنم بیارم بالای بالا. اینایی که مثلا بالا میگم شاید تو پیجم نباشن ولی واسه فک فامیل تو خوبه دیگه، واسه فک فامیل رو نمیدونم، شاید هم تو خودت 15 16 ساله‌ای، 15 این حرفا واسه 15 تا 30 سالگی، 15 تا 30 سالگی، 15 تا 30 سالگی بشین فکر کن، پارکی مارک خونه تنها باش، ببین من چه گوییم. انا میگم فعلا این واسه حرف واسه 15 تا 30 سال است. ببین چی بلدم بلد نیستم. خبش
چی میخوام، چی از زندگی میخوام؟ داداش سیگاری رو بار کرده، داداش من مرگ میخوام. اسکل به مرد کشتن باشین ویدیو رو که اون که الان مرد کشتن باشین ویدیو رو نمیبینه، مرده. بس مرد کشتن نیست داریم ویدیو رو میبینی. آره مرد کشتن میکشه. بس عمو جون تو مرد کشتن نیستی، بذار دریوری بذار کنار دیگه که خود عذاب نده. مالی حرفا نیستی، نمیتونی بکشی گوه نخور. پس پاشو شر رو ور رو بذار کنار. های سیگاری رو بار میکنی مثلا، نه سیگاری باید بابای قرض کرده بود، سیگاری خریدی بذار کنار. تو هر میگم که تو هر اول بشین فکر کن چی دوست داری، چی دستت برمیاد. بعضیا پیدا نکردن، بعضیا مثلا رو درس بودن، با اجبار بودن، هنو پیدا نکردن. ببین حالا ادامهش بده کاری ندارم، ولی ببین چی بلدی حاجی. اگه مثلا میاد مثاله مدعی مثلا تو خانواده‌ای هستی که مذهبی ان و فعلا همین حرفا بودن و مثلا کلی مثال کلی بگیرین، مثلا مذهبی هم فلان، ولی تو مثلا صدات خوب، حالا مدعی هم هستی مثلا تو خانواده بودی که مدعی صدات خوب واسه خوانندگی، بنداز کنار اون خانواده رو، برو واسه خوانندگی. اگه برم زایشم فلانشم، ببین زمانی که بالایی خداوند عالم، اون خدایی که برای شما تعریف کردن نمیگم، زمانی که بعد که جلسه هم براتون شروور از خدا میگم که خدای واقعی کیه. خدایی که ببین تو ذهنی که داری چرا مثلا فکر دیگه ای نکردی، اون شروور هر چیزی که تو اومد تو ذهنت چرا اون نکردی. میگه تو اونو میتونی استارت بزن، منم باهاتم. اگه تهش نشد ببین تو نخواستی، این شک نکن، تو نخواستی. پس وقتی میندازه تو سرت یعنی میتونی، میندازه تو سرت یعنی میتونی. انداخت سرت استارتو بزن، ببین طوفان شروع میشه، مسخره میشی. اصلا اصول این که بفهمی کاری که داری میکنی درسته اینه. آره ببین مسخرت کنه، مثلا من میخوام بدونم که این فرمول رو دارم مینویسم درسته یا نه، استاد بیاد نگاه کنه یه چشم رو سرشو بیاره پایین زوم کنه، یعنی یه کم مسئله درسته فرمولی که نمیشن، ولی نگاه کنه میگه برو، مثلا قبول نکرد. پس هر کی زوم کرد رو مسخره شدی، دریوری بهت گفتن، هر شروری رو شنیدی اونجا به کار من درسته. بس نه کار من درسته و داره باستاب کنسوزی رو از این اون میگیرم، اون موقع بدون کارت درسته. ببین عمو زاکربرگ چی گفت؟ چند وقت پیشم پست این استوری گذاشتم، چی گفت ببین هیچ کس اول راه بهترین ایده رو نداره، بهترین نیست اول راه. من الان میام دریوری بهت بگم، وقتی استارتشو میزنم چون دارم دریوری بهت میگم، هی چیزای جدید، چیزایی که بلدم، چیزایی که فلان میاد تو سرم. خب من اینا رو که ضبط صوت ندارم اونجا بگم که، من دارم میگم یه من میکنم، یه چیز دیگه میاد، یه چیز دیگه میاد، یه چیز میاد، وصل میشه به هم. تا استارت کارو بزن، استارت کارو بزنی خودش جدیدا میاد، بروز شده میاد، حرفه‌ای میاد، بعضی موقع دریوری میاد، کم نیاری. اما ببین این مثال براتون لیونل مسی و اما کریستیانو رونالدو بزنم. لیونل مسی تو تنش بود، حالا بهش میگن فضایی، میگن چی، تو تنش بود، یک کوچولو هم تلاش رو کرد دیدی که شد پلانو بساری. کریستیانو هیچ گویی نبود، خودش میگه آقا من اصلا در حد بازیکنایی که با هم سطح بودم، موقع هم زمان بودن، اصلا در حدی نبودم، اونا بهتر از من بوده، یکی از رفیقاشم بوده، اون بهتر بوده. ولی ببین تکرار من الان میام باهات صحبت میکنم، دو بار توپق میزنم، سومین بار صحبت میکنم، دو بار یه دفعه بعد میشه یه بار، و بعد از یک سال میشه هیچ توپق ندارم، اصلا زرت و پرت میکنم برات. تکرار مهمترین چیزه. این یعنی میگه استعدادشو باید داشته باشی دیگه، اون استعداد مراحل بعده، اول باید تکرار کنی قضیه رو، هر کار درس فکر فلانه. خب پس چی شد؟ گشنه بودن چیست؟ گشنه بودن میگم همین 3 تا 4 تا که گفتم، همین چیز دیگه نیست. فلانی تو حسابش 10 میلیارد پول، من مثلا تو سن مثلا 35 40 500 میلیون ندارم. نه هنسپری تو شد 4 میلیون، هنسپری اون 200,000 تومان تو پول داری.
عطر تو احتمال داره 17 میلیون بشه، عطر اصلا نسنه مثلا خاصی میگم پول به عطر اینا نمیدم. تو پول داری، پولداری اینه، پولداری کاش داشتم به دیگران کمک میکردم. ببین زمانی که خودت ببین به مرحله‌ای نرسیدی همه چی تامین باشه، فکر کمک به اینو رو نکنم اوجون. تو اومدی بری بالا، تو نیومدی ببری اینو بالا، تو باید بری بالا. اول رفتی رو ابر مبرات دیگه خیلی مشتی بودی، دیگه خیلی دهن سرویس بودی، یعنی لوتی بودی. ولی دو تا نه دو همه رو کسی کارتو بیاری ببری بالا خود بخوری زمین، نه. اونایی که میدونی تایید صلاحیت دارن، اونایی که میدونی اوکی، اونایی که میدونی مشتی یعنی همه چی اونا رو آروم آروم نمیدی زرتی بدی، زرتی میدونه توشه. تو سختی کشیدی اومدی بالا، اونو بدون سخت نمیذارم بچه من بدون سختی بیاد بالا. باید آرامش داشت، باید لذت، هر چی دارم مال اون. اسکل این خوبی زیادی بدبخت میکنی طرف، بیچاره میکنی طرف. اسمش خوبیه ولی بدبختش میکنی، به همین راحتی بدبختش میکنی. آموزش ببین، پول بهش بده. الان کریستیانو رونالدو بچه‌شو ببین، ما الان نمیتونیم فوتبال بازی کن، میپاد بشکنه چی، رباتت پارشه چی فلان، برو بشین اشغال کن. حالا خاصی درس بخون، خاصی هر گوی بخور، پولم که هست. نه زندگی نیست. زندگی ببین من میگم معنیش بعضی موقع به زبان گیلگی زندگی یعنی ان میگیره به سر کلت. اصلا تو اومدی هر گویی باشی، هر چقدر پولدار باشی، نمیدونم تو چی فکر میکنی، هر چقدر دارا باشی، علوم درسیت هم بالا باشه، اصلا زندگی باید برینه به سر درت. فقط باید مثل یه بوکسور بلد باشی. حالا بعضی موقع مشته اومد صورتت تمریناتش کرده باشی که نیفتی زمین، بابات احتمال داره بمیره، احتمال داره مریض بشی، تریلیاردری فلانی، زحمت کشیدی 20 سال 30 سال زحمت کشیدی، مولتی میلیاردری، مثلا سن 60 سالگی دیگه همه چیو داری و فلان، سرطان داره 6 تا. زندگی این همون قضیه اگزیستانسیاله. زندگی این به دردت چی میخوره؟ نه، از لحظه‌ای که داری هستی لذت ببر. پولداری یعنی ببین قشنگ گوش بده، پولداری یعنی چی؟ ببین زمانی به طرف میگن تو پولداری، من پولدار. دی پولداری که تو میگی به این اون، نه. پولداری یعنی چی؟ تیشرت من 10 میلیون، آره هر 4 سالم تیشرت من مثلا دارم، 10 میلیون پولش دادم، بهترین چه لذتش میبرم، نه بوی زیادی میگیره، به قول بچه‌ها گفتن تابستونش اوکیه تو زمستونش اوکیه، من پول دارم. حالا میری ازدواج میکنی مثلا 20 ساله، بعضی 22 23 فلان، اصلا کلی این حرف کلی. میری ازدواج، ببین من بابام داره ازدواج، ببین به داشتن پول ازدواج، ببین بعضی موقع پستای میذارم بچه‌ها میگن تو اصلا کلا ازدواج رو رد میکنی. ببین ازدواج رو رد نمیکنم، محدودیت رو رد میکنم. زوال، گوشه‌نشینی، فشار. ببین ازدواج کار هر احد و ناسی نیست. مثل این میمونه که من میخوام برم توی مثال ازدواجه، میخوام برم توی مثلا انباری در رو ببندم بشینم به درس خوندن. ببین آیا مثلا درس رو دوست دارم؟ یارم مثلا بچه بیارم دیلی اون ساعت 2 شب مریض شه، تویی که حوصله نری دستشویی که شب بری 12 شب بری، بعد 2 شب بچه رو میتونی ببری درمونگاه؟ میتونی؟ باید خرج زندگی به زن فلان، زن به زنا باید با ما بسازن، با چیت بسازن. تو هیچی نداری، هیچ پولی نداشتی، به امید خداوند عالی رفتی جلو. خب یعنی دریوریه دیگه، به امید عالی رفتی جلو، دمتم کرد. زنه باید بساز. خب اون خودی بابای کسکشش بود دیگه بدونه بیشتر بسازه، خودش میساخت دیگه، تنها هم بود، راحت ترم بود. برعکس هم داریم، دختره بابا داره گشنه ران تاکسی تاج سرنا، مثلا میگم در حدود ران تاکسی بوده، بعد به شوهر میگه وای ما چرا پرشیا صفر داریم، ما باید سانتافه داشته باشیم. تو بابا چی داشت مثلا بیا از این انتظار داری؟ مثلا زمانی این حرف قشنگ اول قرار داد، سلام عزیزم خوب، من بابام گشنه است ولی من سانتافه میخوام، من آزرا میخوام. طرف بگه آره بعد ننشو بگو، اون موقع قبول دارم، اون موقع حرف تو قبول دارم،
اون حرف چون قراردادشو باش گفتی، ولی دل به این خوشم نکنین نه. وقتی زمانه میری بهش میگی و اصلا الکی حالا براش عشق بوده یا خرت میخواد بکنه، یا میگه دل چرت بهت میگه، بعد به زندگی جفت هم دیگه داغون میکنین. به همین راحتی. پس چشم هم چشمی نکنیم، گدا صفت نباشیم. پولداری یعنی چی؟ درد سر خودتون ننداز. رفیقای پشمک داری، شما اونجا دعوا کردیم، مثلا زن خود، مثلا من خودم زنم مانتو داره نشون نمیشه، مانتو داره مثلا تا رون آرایش که اوف، بعد دستش گرفتم مثلا میبرمش بیرون، حالا بعضی موقع تنها یارو میره تیکه بهش میندازه، زنگ احمد کسی که تو زنگ میزنه احمد من تیکه انداخت تو رو دوست نداره که مشتی. الان من گوشیم بیفته اینجا من شیرجه میزنم میگیرمش، من این گوشی رو بهش میگم بیا برو فلانجا دعوا کن چیزیش بشه، بعد زنگ میزنه احمد بیا من تیکه انداختم من میخواستم در بیا تو غیرت نداری مگه؟ اون زن اول برو اونجا تشکر از اونها همونجا طلاق تو خیابون طلاق بده، تو درد سر بندازه. الان یه مثالی بهت بگم، سر کار 1000 تا فحش و حرف و دریوری میخوری، حساب زحمت میکشی دیگه، دریوری میخوری، میای بچت مثلا میای منت میشه ببین من ببین فحش خوردم اونجا، بشاشم تو نونی که تو بچت میگی. خودش اومد از تو خیابون پاشد اومد کسکش تو آوردی دیگه، ببندن سخت ببندن. آی زیاد خواهی میخوام فلان میخوام، همونجا تو بهت پیام داد گفت منو بیار، گفت من اینجا رو امضا میکنم که هیچ چیز نگو منو بیار، الان مثلا میخواد تو آوردی. ان نظر من ببین، ان نظر من هیچ کسی اینو تایید نمیکنه، ان نظر من این من چیز سنگین‌تر دارم، حالا بهتون اون سنگینه رو نمیگم، در حدی میگم که همونجا تو وظیفت هر چی که بخواد فراهمش کنی، برو کون بده، زنتو بفروش، باید بچه رو ترخوش کنی، وظیفت نباید می آوردی آقا، نباید می آوردی. من الان مسابقه میذارم میگم رقم فلان، اولش ببین فکر کردم دیگه، رقم گفتم فکر کردم، بعد طرف برنده بشه بگم زورم میاد بدم، تو گو میخوری و بعد چه کارا چی انجام میدی؟ طرف مثلا گفت جان از طرف سال بیا مسابقه بذارم پول بده، نه دیگه طرف زندگیشو میکرد، تو رفتی مسابقه گذاشتی، تو رقم اعلام کردی، طرف والا برده بیش بده دیگه. بعد چرا دعوتنامه نداد بده که تو رو خود من بعد بیاری، تو بعدش دیدلی گوگلی بچه باید سختی بکشی، تو گو خوردی با پدر و مادرت، اون کسکش برگشت بچه برگشت گفت به من سختی بده، بچه گفت من بیار اب نداره من سختی رو میکشم، تو که حمال بودی، تو که خر بودی، تو که هیچ حالی نبود، نیار دیگه شینی زندگی من وسط اون زندگی سگ بریم توش، بدبخت کردی طرفو بیچاره کردی، الان با عقل اون از تو زن خرابت میاد دیگه، عقل و همین وراثتیه. آره فلانی بچهش دکتر شد، تو چرا نه تو دکتر بودی؟ تو چه گویی بودی؟ زن خرابت چه گویی بود؟ آره. انتظاری داشته ببین من زمانی میام به بچه‌م میگم اسم همیشه مانی، خیلی دوست مانی جانم بابا سلام برو فوتبالیست شو، یه بابا 400 کیلو وزنت، یه تقدر یه چیزی بخوره به اون ورزش ده گو میخوری میگی به من، یه مثلا من بوکسور بودم بابا برو بوکسور شو، تو چی بودی؟ من انتخابی المپیک فلانجا رفتم، بس این ژن من تو یه ذره هست دیگه، اون موقع من میتونم یه ذری مفتی بزنم، خودت که کارگری، زنت بیشترین هنر یاد منجوق بزنه به پای سر مردم صحبت کنه، و بچه رو میگه دکتر شو، دکتر شو، بعد تو خرج دکتراشو میدی دانشگاه آزادش که 17 میلیون ترم پولشه، هر کتابش 40 میلیون، کتاب درست حسابیش 40 میلیون پولشه، رفت اومد داری بدی دکتر بشه، ها دکتر با فلانی چوپون بود شد، اما خر نشین، زندگی رو خراب نکنیم. ازدواج من تا کی تنها بمونم؟ مگه خداوند نیافرید جفت فلان بسا، جفت میآفرید میکرد تو کون هم دیگه میچسبون به هم دیگه جفت دیگه، چرا جدا ساخت، انسان آزاد ساخت. ببین پروژه سازیه این که
حالا نمیخوام زیاد بحثشو ببرم فراموسنری، ببین پروژه سازی یعنی کارگری میخواد راه بندازه، کارمارا راه بیفته، بچه بیاریم، بچه خوبه، بچه شیرینی زندگی، خرج خداوند در میاد. خداوند تو بچه بیار میده، به کجا میده؟ نه شما اگه بچه داری این کجا؟ من دیدم من بچه آوردم وضعیت شوهر مثل خر داره خرمالی میکنه، مثل سگ داره اضافه کار میگیره. آره کدوم کسکی دیگه نه. پس این پولداری اینجاست، فقیری هم اینجاست. دنبال این برام سیاست مملکت و بابام گشنه بوده، بابام مال داشت به ما نداده، بابام مال از دست داد و مملکت منو قبول نکرد. تو هیچ گاهی نیستی که گشنه ای. اینو من بهت بگم. آره این شاخه اون شاخه پریدن هم اشتباست. فلان جا فلانی به من گفت بساره، فلانی به من گفت تو شیفت شب کار کنیم. گفتم نه، من همتون رو میخرم میفروشم. شیفت شبم وای میستم، همین الان تا 7 پشت در داوودم داره بخوره. شیفت شب وای میستم. اصلا به پول نیست که اصلا ببین تو وقتی خودتو میخوای بشناسی به پولت چیکار داری، اصلا به دارایی چیکار داری. شده بعضی موقع جارو بزنی، اصلا شغلی نزد تو خونه 10 تا خدمتکارم داری با جارو بزنی. آره اصلا این چیزا نیست که طبیعت، حالا کار ما، حالا دین هر چی که شما میگی، نگاه به کارهایت میکند، نگاه به کارهایت میکند، اندازه همون بهت میده. بعد شما باید تعریف کن که حالا بس این نکته ریز داشته باش. گدا بازی اصلا به چیزی که تو حسابی که شما فکر میکنی نیست، و پولداری هم بازم به ماشین و خونه فلا اصلا نیست. بدنت هر چیزی که بهش برسونی علاوه خصوص فرمانده، این فرمانده است، اینه که توی فرمانده است. اینا همه سرباز مربازا حالا به درجه هایی که دارن اصل کار فرمانده اینجاست. مثلا من برمیگردم میگم که چه نخواد دماغت دراز، این قبقب چیه؟ بروسلی چی میگه؟ بروسلی میگه به شوخی هم، حالا میگن جمله اینو من نمیدونم، به شوخی هم به خودتون بد نگید. این فرمانده میفهمه، این میفهمه، اینو سرکوفت میزنه، اعتماد به نفس پایین، این پولک پایین، آرامش پایین، شانس گویی، همه با هم دیگه دست به دست هم با هم دیگه میان پایین. شوخیش هم نکن. ببین چیزی که هستی الان قبقب، خب من اول اینجوری نبودم که خوردم مثل اسب، تمرینم نکردم، خوردم مثل اسب شدم این. پس این خدایا ها تو به من نه قیافه دادی نه پول دادی، او پول بده، نه قیافه دادی نه پول دادی نه قد دادی و نه مغز دادی، هیچی نداد به تو رو آورد اینجا چون بدی، شده برده تو چون بدی، شده برده چونیش. ببین هرچی هست اینجاست. این فرمانده ببین چی میگه، ببین چی بلد، اصلا به پولش تو چیکار، ببین چی بلد. مثلا من نگاه میکنم من دریوری خوب بنویسم، داستان مثلا خوب بنویسم، اونه به فرمانده بهت میگه. بعضی موقع اشاره‌ای میدیدی، بعضی موقع تکراری، من این سند دیده بودم، این فرمانده است، قدرتش میره بالا، بهت مثلا نشون میده یه چیزایی رو. الانم میگم بعضی موقع تو سرت میاد، حالا خیلی گاو باش طرف که تو عمر زندگیش تو نیومده براش که علاقش چی بوده، چیه، چیکار میتونه بکنه. من دریوری خوب مینویسم، مثلا اجرا میکنم 4 نفر خندیدن، تو کمدیانی دیگه، ادای لاتا رو وجه در میاری، ادای مدیر عاملی چرا، ژست چرا میگیری، تو کمدین، تو میمیک صورتت قشنگه واسه چرت و پرت گفتن. یه جملاتی به کار میبری که من به کار میبرم مثلا هیچ کی نگاه نمیکنه، ولی تو به کار میبری همه میخندن. تو کمدیانی دیگه، برو دنبال کمدی، پول میخوای، عادی میخوای، اشغال میخوای بری تو صحنه بدون که کاری انجام بدی، چون تو کمدیانی تو وجودته، میخوای بدون که فشار زیادی بری دهن خودت سرویس کنی به جایی برسی، کمدیانی بذار کنار. نه من بوکس میرم، من برام تو خیته، یه هم گشنگی میکشی دیگه، طرف میگه من عاشق شدم، حالا یکم لول میبریم بالا سیال، اون که ازدواج کرد لول میبریم بالا. طرف میگه من ازدواج کردم، اشتباه کردم. اصلا فعلا با اشتباهش کاری نداری، ازدواج کردی الان مثلا بچه‌ام داری، چیکار کنم؟
الان که گیرم چیکار، کل زندگی رو چیکار کنم؟ گهتر از این نکن. بچه اول که حالا ازدواج نباید میکردی کردی، خب بچه نیا. حالا توی که حالا ازدواج، حالا عقد کردی فلان کردی، بچه نیار. ای شوهرم گفت، شوهرت گوه خورده با تو، نیار. محدود. ببین محدود. ازدواج اینه، این انسان آزاد. ازدواج اینه، بچه اینه و همین جور بچه 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 این. آره. بعد فکر نکن مثلا من دیدم مادرایی هستن که بچه رو ول میکنه میزنه میره راه. من زندگی ما خراب نمیتونه بکنه بچه‌م که حروم زاده. نه بای اون موقع زرنگ بودی، اون موقع شریف بودی، اون موقع آدم درستی بودی که نمی آوردی. اون موقع دمت گرم زرنگ بودی، آوردی زدی ول کردی. من نمیتونم زندگی واسه بچه‌م خراب کنم. کدوم کسکش اینو نگه داره؟ بی همه کس کی الان به این سرپرستی کنه؟ توی زنازاده توی خراب رفتین آوردی. بابا کسکش تر هستی. بابا بچه‌ها رو میذاره خونه ننه بزرگا و پولی هم میده لالشین دیگه. زنا، خرابی، حرومی. این طوله واس کیه؟ ننه پیر دیگه حوصله داره حالا بر اساس دوست داشتن و عذاب وجدان و فلان نگه میداره. زن و مردی که خانم و آقایی که مثل سگ جدا میشینه، من ریدم از اون زندگیتون. این طفل معصوم ها رو مثلا عذاب میدین، بدبخت میکنین. یه روز تو نگه دار، یه روز من نگه دارم. خاک تو سرت. کارما میاد نه تو میگاد. عزیزی بود گفت که من کارخونه فلانجا رو راه انداختم. همینجاست، این همینجاست. کارخونه فلانجا رو راه انداختم، به سال کردم، من پروژه های دو به اسرائیل انجام دادم. بچم وزنه گاز باز کرد. چیه شعله گاز باز، خونه تنها بوده، شعله گاز باز کرده. 3 تا پرستار براش گرفته بود. میگم این کارما میخواد به ننه تو بگاد، یه جوری میگاد که تو اصلا مولتی میلیاردر هم باشه انت میکنه. گازو باز کرد. این رفتم مثلا حواسشم نبود و یکی از این پرستارا یه فندکی زده، چیز زده، کل خونه رفته رو هوا. به این بچه مونده زنده مونده. خیلی جالب، گوش بده. کل خونه رفته رو هوا، خونه همسایه همه بکار رفته، همه حالت دیه افتاده براشون. پرستار 2 تاش تو خونه بوده، یکیشم در حال اومدن بوده که دوم آخریه که داشته میاد بالا آوار ریخته سرش مرده. 2 تا پرستار، بچه هم دور و بر بوده نمرد. بچه دور و بر بود نمرد. ریخته. میگه من همه چی اومدم نگاه کردم دیدم 3 تا فقط مرده داریم. 3 تا اینجا مرده داریم. خونه‌های مردم داریم که همش ریده مال شده فلان شد. من یه حساب کتابی کردم دیدم 2 تا پرستاره، یکی دوست پسر داشت می‌خواست منو بکشه. میگه تو اینو کشتی. نمیگم گاز و فلان، میگه تو اینو کشتی. تو حالا ببین حرف وی کار ما هستا. میپیچونه خار مادر تو رو بگا. چرا این آقا زنشو بر اساس چی؟ الان سیاد دلی میگن یا شک و چیزا طلاق میده. به قدرت مالی هم داشته نمیذاره مثلا ننه اینو ببینه. بچه‌ر خود کاسکشتم نبودی که پرستار برش میگیره. افتخار میکنه که من پرستار گرفتم. کارما میگه مادرت گاییدم، مامانه رو نذاشتی ببینه، خودت هم وای نستادی. حالا من دست به کار میشم. ننه از این گاییدم. اون یکی از دوست پسره اون پرستاره ما انقدر از این باج گرفته بود که میگه واقعا منو بکش. من خیلی میشناسم هنوز که هنوز اسیر. میگه شب خود میبینم بالا سرم بالا پنجره وایساد، اون ور میبینم این باج میخواد. گیری آدم بدبخت خودم باج میخواد. دهن من سرویس کرد. پلیس هیچ چیز حالیش نیست. کارماست. پسر خریکی کارماست. داره ننتو میگه به همین راحتی. پس همو جون میخوای گشنه نباشی یه ذره زیاد نه، به حضرت یعقوب زیاد نه، یه ذره به کار بنداز. دنبال کسکلک بازی زود گذر. ببین همه چی مشخص زود گذر. با زن متأهل نباش. اصلا ببین کس قاره شوهر اون اصلا شوهر خره چیز صاحبدار. تا الان گوشی منو برداری کارمان ننتو میگاد. این صاحب داره گوشی منو بر ندار. اصلا من نفهمیدم مثلا منم دارم دیگه، منم تخمم با یه گوشی دیگه، ولی صاحب داره خارتو میگاد کارما. داره اون لذتش بیشتره میدونم، ولی طرف اون نره، اون ننتو میگاد. بعد
ببین بدن رو ببین به بدن برس، نه کله پاچه بخوری 1 کیلو روغن بخور من به بدنم رسیدم، نه به بدن برس. میخوای ماشین ریش تراش بزنی نرو ژیلت 1000 تومانی بخر، نرو ژیلت 1000 تومانی بخر، ژیلت 20000 تومانی 30 40 100 200 تومانی روحیت میره بالا. این کوچیکش بود مثال زدم، روحیت میره بالا. این بدن وقتی فرمانده بفهمه که داری هنسوری حرفه‌ای کفش میخوام بخرم 1 بار 5 سال 1 بار میخورم حرفه‌ای، فرمانده میگه این نه این دار، این بهش میاد، این بهش این چیزا میاد، پولداری بهش میاد. اون پولداری که الان تعریف کردم نه که تو حسابت دایی و پوزشو میدی، نه به خودت آب قشنگ سر تا پات برس، بعد اوکی همه چی ردیف فلان نکنش تو تنس بری، چیکار یه دونه حرفه‌ای داری، بعدش میری چی هر گویی، حالا شغل هر گویی بود، بعدش میری بیرون از خودت دور برت. میگم که اونایی که ازدواج کردن، اونایی که بچه دار شدن و بالاخره میگم این انیمگوی مالی دن به خودشون، این صحبت های شعر رو برو از 15 تا 30 سال بود. حالا میریم واسه 30 تا بالا که اونا دیگه خودشون اسیر کردن و بچه آوردن و فلان و بسار و اسیر بدبختی کردن دیگه. ببینم و بعضیا میگن که ما با شوهرمون خوشیم فلان. ببین هیچ انسان خارکسته‌ای نمیگه من تو محدودیت خوشم، داره گوه میخوره، داره گوه میخوره. محدود شدی حالت بد، پس گوه اضافه بر من نخور که من محدودی، من خیلی عالیم شوهر دادم گوه نخور، من به من نگو. اگه به 4 تا اسکل میگی مثلا مثل خودت، ولی به من نگو. پروژه های اصلیم رو همین تر بود، به من نگو. بعد شما تعریف کن که تعریف نمی‌کنی بکنه. ببین یه زمانی داریم ازدواج اصلا اشتباه. ببین نگاه زمانی دیدی شوهرم بالا خوب میشه، شوهرم حالا دیگه چیکارش کنیم، هر دو همینه، نه برعکس زن ول میچرخه الاف طلاق. برای چی گذاشتن؟ هیچ وقت نه به اساس سنت و شر و وراد خودتو اسیر و بدبخت نکن، تا اینجا که خودتو آواره نکن، بدبخت نکن. ادامه نکردی بچه رو آرام ول میکنم، اونم که معتاد جهمه زندگی یه دونه این میگن حرامزادگی. آوردیش باید تاوانشو بدی. آره الان زنی مردی الان نه بابا هر کسی تاو تو من نمیخواستم که شهر ساگه کسکش تایش به تو هم بوده دیگه. و نوم ننه جنده من نگه نداشتونه که تو نگه داشتی، با تاوانشو بدی، هنر نکن ولش کن. حالا بعضی هم هستن مثلا دختره مثلا بالا بعد پسر دارن دختر دارن، بعد حالا شوهر جدا شدن یا مرده یا فلانه، زاری گریه شیون، دست جلوی اون دراز کن، به اون رو بزن، با اون سکس کن، با اون بخواب، یه پولی من ریدم وسط اون مادریت، سگ برینه تو همه کس و کارت. بهنه بسا بچه داری این کارو میکنی، تو جنده ای کسی شیر نگو خرابی، این همه شو به مفت بچه من همه کار میکن، تو خرابی همونشون. من فلان جا فلان کار رو میخوام میکنم نمیذارن چه خوشگلم. ببین خودتون رو گول نزن. حالا میگم این دریوریه که من میگم از ولش کن، خود گول نزن که همون جون. بچه رو داری گردن میگیری، اول که نباید ازدواج کردی بچه آوردی، تاوان داره. تو هم یه خطایی داشتی دیگه. امامزاده نبودی که مثلا اون هم شوهر گوه بوده فرزندگی بر اساس این مادر تو گفته یه گوه خوردی دیگه، رو میرینه به سر در هیکلت دیگه. دل بی‌صاب صاف کنی مولتی میلیاردر نمیشی، ولی گشنم نمیشی. دست جلو داره اون دراز نکن. این کمک خواستن یه چیزه. الان من گشنم بی ارزه و گشنم، تاوان گشنگی بی ارزگیمو دارم میدم دیگه. برم به فلان خارکوسه دزد ما نمیده، اون دزده به تو نمیده، آدم بدیه. اگه به تو بده دیگه زرنگ دیگه ارزه داره، معنی عوض میشه. خب تایمش زیاد شد، تا شر رو به بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.